درود به همگی، خوش اومدین به این ویدیو. امروز میخوام باهاتون در مورد خواب صحبت کنم. اینکه خوابیدن اصلا چه فرایندیه و چه کارهایی رو ما میتونیم انجام بدیم برای بهبود کیفیت خوابمون و حتی چه چیزهایی باعث میشه در خوابیدن ما اختلال ایجاد شه. پس حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. یکی از مهمترین چیزهایی که دست کم گرفته شده خوابه. میزان کیفیت خواب روی همه چی تأثیر میذاره: یادگیری، مود، حافظه، سلامت پوست، استرس و اضطراب، کاهش وزن و کلی چیزهای دیگه. و همه اینا چیزهاییه که باعث میشه ما باید برای خوابمون ارزش قائل بشیم. خب قبل از هر چیزی بریم سراغ خواب. اینکه خواب چی هست اصلا؟ خواب عبارت است از عدم توانایی ارادی در کنترل محیط فیزیکی و کاهش یا فقدان سطح هوشیاری، تعلیق نسبی ادراکات حسی و غیر فعال شدن تقریبا تمام عضلات ارادی در زمان استراحت، به طوری که فعالیت بدن و ذهن تغییر کرده و توهم‌های بینایی جایگزین تصاویر واضح واقعی می شود. و خب حالا بریم سراغ عواملی که باعث میشه تایم خوابمون به هم بریزه و اختلال در خوابمون ایجاد شه. در واقع اولین مورد مصرف نوشیدنی‌های دارای کافئینه، مثل چای و قهوه، که اگه از این دست نوشیدنی‌ها در ساعات پایانی شب استفاده کنیم 100% باعث اختلال در خوابمون میشه. و مورد بعدی گرفتن دوش آب سرد قبل از خوابه، زیرا که دوش آب سرد بدن رو با حس بیداری تحریک میکنه. برای همین بهترین موقع برای استفاده از دوش آب سرد بعد از بیدار شدن از خوابه. و خب مورد بعدی که در خوابمون اختلال ایجاد میکنه و متاسفانه این برای همه ما تیک میخوره، استفاده از موبایل تو رخت خوابمونه. چون که موبایل امواج و تشعشعاتش باعث کاهش سطح ملاتونین بدن میشه که در نهایت باعث تأخیر در خواب و خواب‌آلودگی در روز میشه. و خب حالا بریم سراغ کارهای کوچیکی که ما میتونیم انجام بدیم، یعنی در واقع تغییراتی در اتاقمون یا همون محل خوابمونه که باعث افزایش کیفیت خوابمون میشه. اولین کاری که ما میتونیم بکنیم که خیلی هم ساده است، نگهداری گل یاس تو اتاق خوابمونه که تحقیقات ثابت کرده گل یاس باعث کاهش سطح اضطراب شده و تأثیر فوق‌العاده‌ای در افزایش کیفیت خواب دارد. به علاوه باعث افزایش هوشیاری و کارایی در طول روز می شود. و خب در آخر هم می رسیم به تأثیر رنگ ها تو محیط خوابمون که تأثیر 100% و مستقیم تو کیفیت خوابمون داره. و خب حالا چه رنگ هایی میتونه برای اتاق خوابمون مناسب باشه؟ رنگ هایی مثل سبز، سفید، آبی، نارنجی، نقره‌ای رنگ هایی هستن که استرس رو کاهش میدن و سیستم عصبی رو آروم میکنن. بنابراین برای اتاق خواب بهترین گزینه میتونه باشه. و همچنین سعی کنین از رنگ‌هایی مثل قرمز، بنفش و قهوه‌ای در اتاق خوابتون استفاده نکنید تا فضای ملایم و دلپذیر داشته باشید. و خب مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین یادتون نره که با لایک و سابسکرایب کردن بزرگترین حمایت رو میتونین از من بکنین. دمتون گرم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.